الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. درسی امروز ما در ماده تفسیر قرآن کریم سوره الناس می باشه. سوره های اخیره به خیر شروع میکنیم، یک سوره تا جایی که برابر شد. سوره الناس به نام الناس مشهور است چون کلمه الناس در این سوره چند مرتبه تکرار شده و ناس در زبان عربی مردم میگه، یعنی سوره مردم. اگرچه اطلاقی الناس در این سوره بالای جنها هم شده. بعضی علما استدلال کردن من الجنة و الناس از این کلمه که کلمه الناس اطلاقش بالای جن هم میشه. و ایره سوره المعوذتان همراه سوره فلق هر دوره المعوذتان هم میگن، به خاطری که بهترین دو سوره است که انسان بالای خود دم میپرتاید و در دم انداختن از این سوره ها استفاده میکنه. این دو سوره، سوره الفلق الناس، با هم بسیار رابطه نزدیک داره و در فضل هر دو احادیث بیشماری ثابت شده. از جمله عقبه بن عامر رضی الله عنه، یکی از صحابی جلیل القدر، میفرمایند رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما گفت: انزل علی او انزلت علی آیات لم یرى مثلهن قط المعوذتین، یعنی برای ما آیاتی نازل شده که مانند از او هیچ دیده نشده. او چی است؟ دو سوره معوذتین است، یعنی از سوره الفلق و الناس. و این دو سوره را رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش میخواندن و بالای خود دم میپرتافتن و حتی در مرضشان خودشان نتوانستن بخوانن. عایشه رضی الله عنها را امر کردن که بالای ما بخوان و رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در وقت خوابشان، حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم میآید، میگه وقتی که در بستر خواب میرفتن دو سوره را خوانده و همچنان سوره الاخلاص خوانده دستای خود کوف میکنن و باز دست خود در تمام بدنشان در جایی که دستشان میرسید میمالیدن. و همچنان در فضل سوره از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است، میگه امروز رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفری میرفتیم بین جحفه و ابوا، یعنی سفری حتمی مکه بوده چون این منطقه به طرف مکه میروه. میگه اونجا یک باد بسیار زیاد تند آمد و بسیار زیاد تاریک شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم این دو تا سوره را خواندن، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و باز بری عقبه بن عامر فرمودن: یا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، خود به این دو سوره دم بانداز، به الله با وسیله این دو سوره پناه ببر، چرا مانند این دو سوره بهترین دم و بهترین چیزی که انسان خدا و پروردگار وسیله قرار میته و نزدیک میکنه مانند از این نمی باشه. معنای اجمالی سوره الله تعالی می فرماید: قل اعوذ برب الناس. قل صیغه امر است، امر از طرف پروردگار است، آمر الله، مخاطب الله، اما مأمور و مخاطب پیامبر صلی الله علیه وسلم در مرحله نخست و بعد از او تمام امتشان. هر کسی که سوره را تلاوت میکنه خود به دم میپرتاید، یا در نماز تلاوت میکنه یا در
عام وقت میخواند، الله تعالی امر میکنه قل بگو ای مخاطب بگو اعوذ برب الناس. اعوذ پناه میبرم، اعوذ به زبان عربی اعتصم التجئ، یعنی به تو پناه میبرم ای پروردگاری مردم. برب الناس به پروردگاری مردم. بگو پناه میبرم برب الناسی به پروردگاری مردم. رب معناش تیر شد. ملک الناسی به پادشاهی مردمان. ملک خداوند، متصرف. در معنای ملک خالق و متصرف و مدبر و رازق و همه از اینها شامل است. الله تعالی انسانها را هم خلق کرده و هم روزی میدهد و هم تدبیری تمامی شؤون انسانها و همه مخلوقات به دست پروردگار است. البته اینجا در همه از اینها الناس تخصیص داده، پروردگار مردم، ملک الناس، اله الناس، به خاطری که مخاطب اصلی اینجا انسان هاست. اینها مکلف هستند، ضرر بالای از اینهاست، وسوسه بالای از اینها میاد، به خاطر تخصیصی از ناس اینجا شده. اله الناس، معبود مردم. اله به معنی معبود. اله خودش یک اسم مستقلی است، پروردگار است، به معنی معبود میاد. الله، اله، همه این از اینها به معنی معبود میاد. پناه میبرم به پروردگاری مردم از چی؟ من شر الوسواس الخناس. اینجا سه چیز است. یکی کسی پناه میبرد، یکی کسی دیگری به او پناه برده میشه، و یکی چیزی که از او انسان پناه میبره. کسی که پناه میبره انسانها و جنات، همه از اینها. کسی که به او پناه برده میشه، ذاتی که به او پناه برده میشه فقط پروردگار است، پناه به او برده میشه. اما از چی؟ از تمام شرها و بدیها و آفات و از همه از اینها انسان به پروردگار پناه میبره. قسمی که در سوره فلق عام ذکر شده، اینجا یکی از امو شرها و بدیها را ذکر میکنه. من شر الوسواس الخناس، از بدی وسوسه کننده. الوسواس صفت امو شیطان است که وسوسه میکنه. الخناس پنهان شونده است. الوسواس در وقتی که انسان غافل میشه از ذکر الله تعالی، از یاد الله تعالی، دو وقت میآید در قلب انسان داخل میشه، وسوسه میکنه. الخناس وقتی که ذکر الله را انسان انجام داد و همیشه با خدا بود، در او صورت بازی پنهان میشه، مخفی میشه. و حالت های زیاد است که انسان نام الله را که بلند کرد و شیطان نام الله را شنید فرار میکنه. مثل در حتی اذانم آمده که وقتی که شیطان اذانم میشنوه، اما تو بادش بیرون میشه و فرار کرده میره. الخناس مراد شیطانی که پنهان میشه در وقتی ذکر و اذکار. الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وسوسه کننده ای که وسوسه می اندازد در سینه های مردم. فی صدور، صدور جمع صدر، سینه ها را میگه، در سینه های مردم ها. شیطان در سینه ها داخل میشه. البته شیطان در وصفش ذکر شده که یجری فی بنی آدم کمجرى الدم، در اعضای انسان مانند خون که در رگها میده و امیر قوی در رگهای انسان داخل میشه، میدود. الله اختیار برش داده، قدرت برش داده. و اما تو جسم باریک را خدا برش جور کرده، مثل که مرضها و میکروب هایی که در بدن انسان سرایت میکنه و انسان نمیدانه، همین قسم شیطان ها هم در بدن انسان سرایت میکنه، وسوسه میکنه در سینه های از انسان ها، لکن انسان خودش نمیدانه. الذی یوسوس فی صدور. این وسوسه از چی است؟ وسوسه از شک است، شبهات است و کفر است، دعوت به گناه است، هزاران یعنی بدی و کارهای زشت را در قلب، در دل انسان یا در سینه انسان داخل میشه. انسان وسوسه میکنه و انسان بیراه میکنه، خدای ناخواسته به کارهای منکر انسان دعوت میکنه. من الجنة والناس، امی شیطانی وسوسه کننده از طبقه جنها و از طبقه انسان هاست. دلیل به ایسته که شیطان هم جنی است و هم انسی. شیطان های جنی غالبا اینا را دیده نمیشه،
عرض کردیم که در بدن انسان مانند خون وارد داخل میشه و مانند میکروباتی که فعلا آدم، یعنی میکروبای خطرناکی که را به مو ذره ها میبیننش، مانند یزی در جسم انسان داخل میشه. اما شیطان های انسی اینها هم بسیار خطرناک است. اینها به چشم دیده میشن، گپای از اینها را شنیده میشه، حرکت های از اینها را دیده میشه، چطور انسان ها را در امو جال خود میارن، در امو کلمات خود میارن، چطور انسان ها را گمراه میکنن. گمراهی از اینها هم خطرناکتر و در بعضی حالات بدتر از شیطانی که انسان او را نمیبینه و وسوسه میکنه. من الجنة والناس، و امی شیطان وسوسه کننده از طبقه جنیات و از طبقه انسان هاست. از این سوره بعضی استفادات عقدی میکنیم، بعضی امور عقدی استنباط میشه. از جمله صفتی کلام بری الله تعالی، قل اعوذ، الله امر کرده، صیغه قل الله گفته و پیغمبر خدا امر کرده که بگو به امیر. و این قرآن همه کلام پروردگار است. کسی به اعتقاد بوده باشه که کلام مخلوق است، الله را خلق کرده و الله به صفت کلام موصوف نیست، در عقیدش خلل بزرگ است. و اهل سنت به اعتقاد هستند که کسی اگر کلام الله تعالی را مخلوق میگه کافر است. یکی مسئله دیگر، پناه بردن به پروردگار، یگانه ذاتی که انسان همیش بری از او پناه میبره، پناهگاه خود قرار میدهد در وقتی حاجاتش، مشکلاتش، در همه اوقاتش، وقتی خوشی، وقتی خفگی، امراض، ذاتی که به او پناه میبره و ذاتی که قدرت داره انسان نجات بدهد فقط و فقط پروردگار است. اون خاطر قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. اینجا شر شیطان، یکی از شرها را ذکر کرده، شر شیاطین انسی و جنی، شر خطرناک است. پس ذاتی که میتواند، قدرت دارد، متصرف است انسان را از این شر نجات بدهد فقط پروردگار است. انسان به جز پروردگار به چیزی دیگری و به مخلوق دیگری رجوع نکند. مسئله دیگر تقسیم توحید. در این سوره هم مانند که سوره فاتحه اشاره کردیم، در این سوره هم استنباط میشه، استخراج میشه انواع توحید، از جمله توحید ربوبیت برب الناس ملک الناس، توحید اسماء و صفات، نامهای الله تعالی ذکر شده، رب، ملک، اله. توحید الوهیت، اعوذ برب الناس، اعوذ استعاذه نوعی از انواع عبادت است، اله الناس معبود مردم، اینها اشاره به توحید عبادت یا الوهیت میکنه. همچنان از این سوره اهمیت دعا استفاده برده میشه و همچنان طریقه دعا خواستن، یعنی طریقه دعا خواستن قسمی که در سوره فاتحه هم اشاره شد که انسان ادب است که حمد و ثنای پروردگار در ابتدای دعاش بگه، بعد از او توسل به نامه های الله تعالی. این سوره همچنان توسل به نامه های الله تعالی را ذکر کرده و مطابق امین نامه های پروردگار، حاجتی را که انسان میخواه و چیزی را که به الله پناه میبره مطابق از اون نام ذکر میکنه. اینجا استعاذه از کی است؟ یعنی از شر کی پناه میخوایم؟ از شر شیطان، و بسیار امری بزرگ است. پس مطابقی از این کدام نامه ها زیبا است؟ برب الناس ملک الناس اله الناس، ذاتی که قادر است، توانا است، مدبر امور است، همه چیز به دستی از اوست، میتواند که شری از این است دور کنه، میتواند که بالای از اینها تصرف داشته باشه، از بدی ها اینها را منع کنه. بجز پروردگار کسی دیگری این قدرت نداره. و مخاطر نامه های مناسبی پروردگار در دعا ذکر شده، اینجا انسان به او متوسل میشه. همچنان یکی امری بزرگ دیگری عقدی از این سوره استنباط میشه، مسئله ایمان به غیبیات. اینجا چند چیز است. یکی مسئله سحر که از شأن نزول سوره بعضیا ذکر میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر شده، ان شاء الله در سوره الفلق اشاره میکنیم. مسئله سحر که به چشم دیده نمیشه، از غیبیات است. یکی مسئله دیگر تأثیر سحر،
این هم از جمله غیبیات است و این حق است. تأثیر سحر حق است. و مسئله سوم شیطان به چشم دیده نمیشه و گاهی احیانا در بعضی صورت ها خدا به بعضی انسان ها نشان میدهند، لکن در عموم غالب همیشه که به چشم دیده نمیشه و حتی در بدن داخل میشه انسان نمیداند و این از جمله غیبیات است. قرآن، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از شیطان ها خبر دادن و درباره از اونها بحث کردن و اینجا هم شر شیطان الله تعالی با ما معرفی کرده که در قلبها داخل میشه و شر داره و وسوسه میکنه. این از جمله غیبیات است. ما قسمی که الله و رسول بیان کرده با ما قسم میفهمیم، میدانیم، ایمان داریم و از کیفیت و از اینکه چگونه است، چطور میشه، از ایناش که اصلا بحث نمیکنیم و اگر گاهی انسان به این چیزا اگر داخل شد، خدای نخواسته با سببی گمراهی انسان میشه. چون هر وقتی که انسان یک چیزی را حکمت شریعت ذکر نکرده باشه، یک سبب شریعت ذکر نکرده باشه، در تلاش دانستنی و سبب بوده باشه، گاهی امی تلاشی زیادش سبب گمراهیش میشه. پس برای مسلمان همیست که امور غیبیه را وقتی که الله و رسول ذکر میکنه آمنا و سلمنا، ایمان داریم، تصدیق داریم، قبول داریم، عمل میکنیم، اما دیگه از کیفیتش پرسان نمیکنیم. بارک الله فیک.